بعد عیسی با آنها مثل را نقل کرد تا بدانند که باید همیشه دعا بگویند و هیچ وقت روح افتاده نگردند. او گفت: در یک شهر قاضی بود که نه ترسی از خدا داشت و نه شرمی از مردم. در آن شهر بیوزنی نیز بود که همیشه به نزد او آمده می گفت: این مسئله مرا با دشمنانم حل کن. قاضی مدتی دور و دراز طلب او را رد می کرد، ولی در آخر به خود گفت: گرچنده من نه ترسی از خدا دارم و نه شرمی از مردم، ولی از بس که این بیوزن مرا به حالم نمی گذارد، او را حمایه می کنم تا هرگاه آمده مرا بیزار نکند. سپس خداوند عیسی پرسید: شما شنیدید که این قاضی بی عدالت چی می گوید؟ نخواد خدا انتخاب کردگان خود را که شب و روز به درگاهش زاری و تولا می کنند محافظت نکند؟ مگر خدا دیر می کند؟ به شما می گویم که خدا آنها را زود محافظت می کند. ولی آیا پسر آدمی زاد وقتی آمدنش در روی زمین ایمان را یافته می تواند؟ بعد عیسی با آنهایی که در بیگناه بودن خود شبهه نداشتند و دیگران را پست می شمردند چنین مثل را نقل کرد: دو کس برای دعاگویی به معبد خدا در آمدند. یکی فریسی بود و دیگری اندازگیر. فریسی راست ایستاده در دلش چنین دعا می گفت: خدایا، تو را شکر می گویم که مثل آدمان دیگر دزد، بدکار یا زناکار و هم مانند این اندازگیر نیستم. من هر هفته 2 بار روزه می گیرم و از هر درآمدی که دارم حصه 10 را می سپارم. ولی اندازگیر دورتر ایستاده حتی جرأت نمی کرد که سرش را بالا کرده به آسمان نگرد. وی تنها بر قفس سینه اش مشت زده می گفت: خدایا، به من گناهکار رحم کن. به شما می گویم که نه فریسی بلکه همین اندازگیر سفید شده به خانه اش برگشت. زیرا هر که خود را کلان می گیرد پست می شود و برعکس هر کسی که خود را خاکسار می سازد سربلند می شود. آدمان حتی کودکان خردسالشان را به نزد عیسی آوردند تا که او به سر آنها دست گذارد. ولی شاگردان این را دیده مردم را سرزنش کردند. عیسی کودکان را به نزدش جیغ زده گفت: مانید که کودکان نزد من آیند، پیش راه آنها را نگیرید، زیرا پادشاهی خدا نصیب آنهایی است که مثل کودک هستند. به راستی به شما میگویم هر کی پادشاهی خدا را مانند کودک قبول نکند به آن نمی درآید. یکی از سرداران از عیسی پرسید: ای استاد نیک، برای به دست آوردن حیات ابدی چیکار باید کنم؟ عیسی از او پرسید: چرا مرا نیک میگویی؟ غیر از خدا هیچ کس نیک نیست. تو فرمایش های خدا را میدانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادتی بر دروغ نده، پدر و مادرت را حرمت و احترام نما. وی به عیسی جواب داد: من از ایام جوانیم همه این فرمایش ها را رعایت می کنم. عیسی این را شنیده گفت: به تو فقط یک چیز نمی رسد. هر آن چیزی که داری فروخته پولش را به کمبغلان تقسیم کن. آنگاه بایگری در آسمان پیدا می کنی. بعد آمده مرا پیروی نما. ولی آن مرد این را شنیده بسیار غمگین شد، چون که خیلی ثروتمند بود. عیسی به وی نگاه کرده گفت: به پادشاهی خدا در آمدن آدمان بای به نهایت دشوار است.
از سوراخی سوزن گذشتن شتر آسان تر است از آن که شخص ثروتمند و پادشاهی خدا درآید. آنهایی که او را می شنیدند پرسیدند پس کی نجات یافته می تواند؟ عیسی جواب داد هر چیزی که برای آدمی زاد غیر امکان باشد برای خدا امکان پذیر است. آنگاه پتروس گفت ما از بحر همه چیز گذشته تو را پیروی کرده. عیسی گفت به راستی به شما میگویم هر کی به خاطر پادشاهی خدا از بحر خانه یا زن یا برادران یا پدر و مادر یا فرزندان گذشته باشد در این دنیا همه این را چند مراتب زیادتر پیدا می کند و در آن دنیا حیات ابدی نصیبش می گردد. عیسی آن 12 شاگرد را به یک طرف برده به آنها گفت ما به اورشلیم رفته ایستاده ایم. در آنجا هر چیزی که پیغمبران درباره پسر آدمیزاد نوشتند به عمل خواهد آمد. او را به دست غیر یهودیان می سپارند. آنها او را مسخره و حقارت کرده به وی توف می کنند و همچین کاری نموده به قتل می رسانند. ولی او در روز سیوم زنده می شود. لیکن شاگردان از این گفته ها چیزی را نفهمیدند. معنای سخنان عیسی از آنها پوشیده ماند و آنها نمی فهمیدند که او درباره چی سخن می راند. وقتی که عیسی به شهر اریحا نزدیک می شد مرد نابینای در کنار راه نشسته صدقه می پرسید. چون نابینا شنید که از نزدش مردمی زیاده می گذرند پرسید چی گپ شده است؟ با وی گفتند که از اینجا عیسی ناصری گذشته ایستاده است. آن نابینا فریاد زده گفت ای عیسی نسل داوود به من رحم کن. آنهایی که پیشا پیش روانه بودند او را سرزنش کرده می گفتند که خاموش شود. اما او باز بلندتر داد زده می گفت ای نسل داوود به من رحم کن. عیسی از راهش باز ایستاده فرمود که آن نابینا را به نزدش بیارند. وقتی که او نزدیک آمد عیسی از وی پرسید تو چی میخواهی؟ برایت چیکار کنم؟ وی جواب داد خواجه میخواهم چشمانم بینا شوند. عیسی گفت بینا شو، ایمانت تو را شفا داد. خودی همان لحظه چشمان وی بینا شد و او خدا را ستایش کنان از پس عیسی رفت. تمام مردم این را دیده خدا را حمد و ثنا می‌خواندند.